نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با یکی دیگر از سوره های کلام الله مجید، سوره مبارکه الانشقاق. سوره مبارکه انشقاق در مکه مکرمه نازل شده و در ترتیب مصحف شریف 84مین سوره کلام الله مجید است. این سوره مبارکه 25 آیه داره و درباره قیامت صحبت می‌فرماید و ما رو تلنگری میده تا آمادگی بیشتری داشته باشیم برای قیامت. در این سوره مبارکه می‌خوانیم که الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت، آن هنگامی که آسمان شق گردد و از هم شکافته شود، و اذنت لربها، و گوش بسپارد به دستور پروردگارش که او را خلق کرده، و حقت، و این گونه شایسته است و حق نیز همین است که آسمان فرمان بردار الله متعال باشه و هر لحظه که الله متعال امر می‌فرماید به آسمان دستور الله متعال را اطاعت فرماید. و اذا الارض مدت، آن لحظه و آن هنگام که زمین فراخ گردد و صاف گردد و تمام پستی بلندی های اون از بین بره و به مانند یک زمین دشت صافی بشه. و القت ما فیها، و آنچه که در داخل شکم زمین است به بیرون بیاندازد. و تخلت، و خود رو خالی بکنه از آنچه که در داخل داشت از گنجه ها، مخازن، معادن، آتشفشان ها و قبرها و انسان هایی که در داخل قبرها هستند. و اذنت لربها و حقت، و گوش فرا می‌دهد به پروردگارش. زمین در انجام این دستورات الله متعال و حقت، و حق زمین، حق هم برای زمین همین است و شایسته است برای زمین که این گونه رفتار کند، چون الله متعال خالق اوست و شایسته است برای زمین که گوش بکنه دستور الله متعال رو. و اذنت لربها و حقت. آن روز ای انسان تو کجا خواهی بود؟ یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. ای انسان تو به سختی در زندگی تلاش میکنی، کار میکنی، به سختی، به مشکلات، با رنج و مشقت تلاش میکنی، از صبح تا شب همه روزه مشغولی، کارهای خیر میکنی و یا کارهای شر انجام میدی. انک کادح، به سختی کار میکنی و به تلاش و مشقت. کادح الی ربک کدحا، هر آن کاری که انجام میدی با سختی و مشقت، چه خوب و چه بد، همه اینها به پیش الله متعال گزارشش خواهد رفت و همه اینها رو به پیشگاه الله متعال میفرستی با سختی و مشقت تلاشت، چه در راه خیر و یا شر، فملاقی، و همه اینها رو ملاقات خواهی کرد.
و پیش روی خود خواهی یافت. ای انسان، تو هر کاری که انجام بدی در دنیا، همه اینها رو یک روزی میبینی دوباره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر کسی ذره کار خیر انجام بده خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره شر یره. ذره ای کار شر انجام بدهد نیز خواهد دید. تو ای انسان در این دنیا هر کاری که بکنی، تمام لحظه لحظه و ذره ذره زندگی تو ثبت و ضبط خواهد شد. دوربین های فیلم زندگی تو رو ثبت میکنن و پیش تو گذاشته میشه و الله متعال حاضر خواهد بود بر آن صحنه وقتی که به تو گفته میشود اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. بخوان نامه اعمالت رو و امروز تو خودت قاضی خودت باش. فملاقی، اونها رو دریافت خواهی کرد و میرسی به آنها. فاما من اوتی کتابه بیمینه. اما در اون لحظه هر کسی که داده شود نامه اعمال او به دست راستش، نامه اعمال کسی که به دست راست او داده بشه، به این معناست که این خوشبخت شده و سعادتمند. از روبرو ملکی می آید و نامه او رو، کارنامه قبولی او رو به دست راست او می دهد. امروز من و شما در دنیا اگر کارنامه امتحانات ما به دست ما برسه، چه حسابی خواهیم داشت؟ چه احساسی خواهیم داشت؟ چه حالی خواهیم داشت؟ وقتی که امتحان میدیم چه انتظاری داریم؟ چطور با ما رفتار بشه؟ سختگیری بشه یا آسان گرفته بشه؟ آن کسی که نامه اعمال او به دست راست او داده شده، فسوف یحاسب حسابا یسیرا. حساب این شخص در روز قیامت بسیار آسان خواهد بود، چون در این کارنامه اعمال خیر و برکات فراوانی هست. بسیار آسان خواهد بود. و ینقلب الی اهله مسرورا. این انسان برمیگرده پیش خانواده خودش، اونها رو پیدا میکنه در صحرای محشر، میره پیش خانواده خودش بعد از این که حساب و کتابش تمام شد، بعد از این که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، بعد از این که لحظه اول فرار میکرد از دست برادر خودش، از دست مادر خودش، از دست پدر خودش و از دست همسر خودش و فرزند خودش، الان که مطمئن میشه از نامه اعمال خودش که به دست راست او داده شده و قبول شده و محاسبه بسیار آسانی داره، حساب کتاب سختی نداره، خیلی سریع حساب گرفته میشه از او و فرستاده میشه به سمت جنت. این الان خانواده خود رو پیدا میکنه، خوشحال و شادمان میاد و به اون نشون میده و فریاد میزنه ها ام قرئوا کتابیه، بیایید و این نامه اعمال من رو ببینید، نگاه کنید، قبول شدم. در دنیا وقتی که من و شما یک جایی ثبت نام کردیم، دانشگاهی، کاری، شرکتی، و نتیجه قبولی به ما میفرستن و خبر میشیم که قبول شدیم برای پاسپورت کشوری، ویزای یک دولتی، چقدر خوشحال میشیم، زنگ میزنیم به این، پیام میفرستیم برای اون، به این نشون میدیم، به اون خبر میدیم قبول شدم. این قبولی ها در برابر اون قبولی عاقبت و آخرت هیچ حساب نمیشه. این دنیا نهایتش یک دانشگاه است، یک مدرک تحصیلی است، یک ویزا است، یک کار، یک درآمد چند روزه است. اما اونجا ملک است و پادشاهی عظیم الله متعال. و ینقلب الی اهله مسرورا، بسیار شادمان است و پیش خانواده خود میره و اونها رو خبر میکنه که من پذیرفته شدم، الله منو پذیرفته برای جنت و به جنت میرم. سعادت واقعی و خوشبختی حقیقی مال این انسان. این سرور لذت داره، اون لحظه رو باید تجربه کرد. چقدر شیرین است وقتی به او گفته میشه سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام و درود بر تو به خاطر صبری که کردی، چه سرانجام خوبی داری. وقتی که به او گفته میشه ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، این بشارت زیباترین بشارتی که انسان در زندگی چند هزار ساله این طرف دنیا قیامت و آن طرف دنیا قیامت خواهد داشت. زیباترین بشارتی که به یک انسان داده میشه. داخلش رو امروز در این جنت
امروز روز جاودانگی توست. خوشحالی اون خوشحالی است، لذت اون لذت است. نه غمی است، نه غصه است، نه جدایی است، نه دلتنگی است، نه پایانی است، نه مصیبتی است، نه نگرانی است، نه غمی و نه اندوهی. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، و هر آنچه که انسان اراده بکنه در آن لحظه به او داده خواهد شد. در جنت هر چه بخواهد برای او آماده است. این مال کسی است که نامه اعمال او رو به دست راست او بدن. اللهم اجعلنا منهم. خدای ما را از این گروه بگردان. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اما اون کسی که از پشت سر نامه او رو با دست چپ او میدن، کسی که دست راست میگیره از روبرو میگیره، کسی که نامش با دست چپ او داده میشه از پشت سر ملکی به دست چپ او میده و با دست از پشت نامه خودش رو میگیره. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، کسی که از پشت سر نامه او به او داده میشه با دست چپ میگیره. فسوف یدعو ثبورا، این انسان آرزو میکنه، تمنا میکنه، میطلبه مرگ رو و هلاکت رو. انسانی که از مرگ میترسید در دنیا هیچ وقت آرزوی مرگ نمیکرد، چون دوست داشت که ادامه پیدا بکنه لذتش، زندگیش، قدرتش، ثروتش، پست و مقامی که داره. هرگز آرزوی مرگ نمیکرد. وقتی که اون عذابهای قیامت رو میبینه آرزوی مرگ میکنه، دعا میکنه که مرگش فرا برسه. یدعو ثبورا، آرزوی هلاکت میکنه. و یصلی سعیرا، و به دوزخ سوزان داخل خواهد شد. انه کان فی اهله مسرورا، این انسان در اون دنیا در بین خانه و خانواده و در بین اطرافیان خودش سرمست بود، خودش رو گم کرده بود، متکبر و مغرور بود، گوش نمی‌کرد دستور الله متعال رو. انه کان فی اهله مسرورا، اونی که در این دنیا سرمست است و اطاعت نمی‌کنه در آن دنیا ناراحت است و غمگین. انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور، او گمان میکرد که هرگز بازگشت دوباره نخواهد بود، دوباره زنده شدنی نخواهد بود، حساب و کتاب و قیامت و دوزخی نخواهد بود. انه ظن ان لن یحور، بله این گونه بود. ان ربه کان به بصیرا، الله متعال همان لحظه به زندگی این آگاه بود و تمام زندگی این رو میدید. بله ان ربه کان به بصیرا، بله الله متعال کاملا آگاه بود و واقف بود با حال این. فراموش نکرد الله متعال که این چطور زندگی کرد. کل فیلم زندگی این انسان ثبت شده و ضبط شده است. اون روزی که غروب زندگی این شخص فرا میرسه و از این دنیا خارج میشه، اون موقع حساب کتابش آغاز میشود. این فراموش کرده بود غروب زندگی رو، این فراموش کرده بود و هر روز وقتی که میدید شب غروب میکنه درس نمیگرفت که یک روزی زندگی من هم غروب میکند. فلا اقسم بالشفق، و قسم به آن سرخی ابتدای شب، وقتی که شب میشود. این انسان اگر اون سرخی ابتدای شب رو میدید که چگونه شب میشود و روز میشود و شب میشود و روز میشود، این چرخه مرگ و زندگی شب و روز رو میدید، بیاد خودش میافتاد که دوباره غروب خواهد کرد. این انسان غروب خواهد کرد و دوباره خارج خواهد شد. این شب برزخ به پایان میرسد و صبح قیامت آغاز میشود. فلا اقسم بالشفق، قسم با آن سرخی ابتدای شب. واللیل و ما وسق، و قسم به شب و هر آنچه را که در خود گرد می آورد. شب زمانی است که همه انسان‌ها و حیوانات جمع میشن در خانه‌های خود و به استراحت میپردازند. والقمر اذا اتسق، و قسم به ماه آن زمانی که کامل گردد. اگر این انسان میدید که در این ظلمت دنیا و تاریکی شب دنیا ماهی درخشیده است، به زیبایی ماه شب 14 و از اون نور میگرفت، این گونه نمیشد حکایتش. فلا اقسم بالشفق، و قسم به آن سرخی ابتدای شب. واللیل و ما وسق، و شب به هر آنچه که در بر میگیرد.
والقمر اذا اتسق. و قسم به ماه آن لحظه‌ای که کامل می‌گردد. در تاریکی‌های ظلمت این دنیا ماهی است در آسمان می‌درخشد. آن رسالت رسول علیه السلام است که انسان رو راهنمایی می‌کنه. اما اینها نمی‌دانند. اینها خالق آسمان و زمین و شب و روز و خالق ماه و ستارگان و خورشید رو فراموش کردند. قسم به آن سپیده، به آن سرخی شب و آنچه شب در بر گرفته است و ما که لترکبن طابقا عن طابق. شما از یک مرحله به مرحله دیگر منتقل میشید. اول نبودید، بعد نطفه شدید، بعد در رحم مادر مرحله به مرحله تیکه گوشتی شدید، لخته خونی، تیکه گوشتی، بعد استخوان گرفت، بعد به دنیا آمدید، بعد حرکت کردید، بعد زبان یاد گرفتید، بعد بزرگ شدید، بعد جوان شدید، بعد دوباره پیر میشید، بعد فوت میکنید، بعد به قبر میرید، از قبر دوباره خارج میشید به صحرای محشر و همینطور میرید تا به جنت یا به دوزخ میرسید. شما مراحل مختلفی رو در زندگی طی خواهید کرده. ای انسان ها، ما انسان ها دیگر از بین نخواهیم رفت، همیشه خواهیم بود، همیشه خواهیم بود. و مرگ پایان زندگی ما نیست، انتقال از یک مرحله به مرحله دیگری است و از آن مرحله به مرحله دیگری که جنت و نار است. لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون. چه شده اینها رو که ایمان نمی آورند؟ چرا؟ این همه دلایل واضح و آشکار. آیا این کلام حق و حقیقت نیست که اینها ایمان بیاورند؟ فما لهم لا یؤمنون. اینها را چه شده است که ایمان نمی آورند؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون. چرا وقتی برای اینها قرآن خوانده می شود به سجده نمی افتند؟ چرا نمی پذیرند؟ چرا نماز نمی خوانند؟ چرا تسلیم نمی شوند در پیش الله متعال و سر به سجده در پیش الله متعال نمی گذارند و تسلیم الله متعال نمی شوند؟ چرا؟ بل الذین کفروا یکذبون. مشکل این است که کافران تکذیب می کنند قیامت رو، اعتقادی به حساب کتاب و قیامت ندارند. اما اینها اشتباه می کنند. والله اعلم بما یوعون. و الله متعال کاملا آگاه است به آنچه که ظرف دل اینها در خود دارد، وعاء قلب اینها در خود جای داده است. الله متعال آنچه که در دل و ذهن و فکر و مغز اینها میگذره همه رو خبر داره. فبشرهم بعذاب علیم. اینها رو بشارت بده به عذابی دردناک. بشارت برای چیزهای خوبه، اما وقتی برای عذاب استفاده میشه برای توبیخ بیشتر هست. شمایی که مسخره میکردید و میخندیدید، بشارت باد برای شما عذابی بسیار دردناک. چون حرفهای اینها، اهانتهای اینها، ظلم اینها بسیار دردناک بود برای مؤمنان، عذاب اونها هم دردناک خواهد بود. الا الذین آمنوا. مگر هر کسی از اینها که ایمان آورد و عمل الصالحات و عمل صالح انجام داد. ایمان و عمل صالح. ایمان بدون عمل صالح قابل قبول نیست، پذیرفته نیست. ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح. در جای جای قرآن کریم میبینیم که ایمان و عمل صالح با هم هستند. ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان فایده نخواهد کرد. ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان فایده نمی کنه. ایمان و عمل صالح. الا الذین آمنوا. مگر اون کسانی که از اینها ایمان آوردن و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادن، لهم اجر غیر ممنون. اینها پاداشی خواهند داشت که هیچ وقت پایانی نخواهد داشت. قطع نمیشه اون پاداش، همیشه استمرار خواهد داشت در جنت. جنتیان همیشه در نعمتن و در پاداش و هر روز آنها زیباتر از روز گذشته است، برخلاف دوزخی ها که فذوقوا با آنها گفته می شود غیر از این که
عذاب شما اضافه گردد، چیز دیگری برای شما اتفاق نخواهد افتاد. فلن نزیدکم الا عذابا. ملائکه به اونها میگویند هر روز شما عذاب شما بیشتر از روزهای قبلی خواهد بود، اما در جنت هر روز نعمت بهتر از روز قبلی است. فلهم اجر غیر ممنون. اینها اجر پاداشی دارند بی انتها که هرگز پایانی نخواهد داشت و هرگز این اجر پاداش به انتها نمیرسه. الله متعال همه ما شما از جمله این گروه بگرداند، از جمله کسانی که به جنت داخل میشوند و هرگز اجر پاداش آنها به پایان نمیرسد و همنشین انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین هستند و مشرف میشوند به ملاقات الله متعال و هم کلامی با او و دیدار ذات با عظمتش. از الله متعال میخوایم که همین ما و شما امت اسلامی رو از جمله کسانی بگرداند که در پاداش بی انتهای جنت غرق میشوند و این کار بر الله متعال سخت نخواهد بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو بر الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني